بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. امروز 21 بهمن ماه سال 1403 هستش. خداوند رو شاکر و ممنونیم از اینکه گستره نعمت‌هاش رو به سمت شهرستان خلخال رهنمون کرده تا ماهیت شهرستان خلخال برگرده. خب اینجا اندبیل، روستای اندبیل، 5 کیلومتری شهرستان خلخال. ما خوشحالیم که ماهیت خلخال که معروف هست به شهر برفی برگشته و ما شاهد بارش نعمت الهی به صورت برف هستیم و این هم تونلی هستش که ما برای دسترسی به خونه مجاور دامداری حفر کردیم و شما شاهدشین. موفق و مؤید باشید.